که من در نماز در از آن اقامه که میگم اشهد ان علی البشیر امیر المؤمنین حجت الله و اولاده المعصومین حجج الله علی خلقه و به عبارات دیگر آقا جان امیر المؤمنین علی علیه السلام را اسم میبرم، حضرت صدیقه طاهره را هم بعد از اون اسم میبرم. اشهد ان مولانا امیر المؤمنین علی و اولاده المعصومین حجت میگویم که اشهد ان فاطمه بنت رسول الله اسمت الله الکبری میگفتم ایران مدتی. اشهد ان سیدتنا فاطمه الزهرا حجت الله علی الحجاج اسمت الله الکبری. برام تلفن کرد، گفت حاج آقا. گفتم جان. گفت خبری دارم. گفتم انشالله خوش خبر باشید، بفرمایید. گفت من دیشب داشتم از آن میگفتم برای مغرب و عشایم ایستاده بودم رو به قبله، من به همون گفته شما و به همون روش خودم که گفتم اشهد ان فاطمه بنت رسول الله اسمت الله الکبری گفتم، دیدم از دل دیوار مقابل من این حرف برخاسته با صدای فصیح میگوید که به حجت الله علی الحجاج. ایشون این تلفن رو به من فرمودن، بنده خیلی حاجبات شدم. اول راجع به ایشون هست بزرگوار مردی است که ایشون به عربی آشنایی نداره، اینجور جمله بسازه که بگه حجت الله علی الحجاج، یه کاسب بزرگوار، کاسب حبیب الله، کاسب با شرف، خوب، خوش، عادل، مؤمن، صادق، بله خیلی انسان بزرگوار، خوب، حواسش جمع، خوب کسی که نفس میکشه. بعد ما از ایشون تقدیر کردیم و یه صحبت رو تا گوشی رو گذاشتیم. من بیچاره شدم که ایشون به حجت الله علی الحجاج رو کجا این رو گفت، کتاب اینا نه، گفت دیوار دیدم از دیوار مقابل من که گفتم اشهد ان فاطمه بنت رسول الله اسمت الله الکبری، دنبالش دیدم که از دل این دیوار مثل این که حرف رو بروی من که به حجت الله علی الحجاج. این ایجاب کرد ما افتادیم به دنبال این حجت الله علی الحجاج. بالاخره روایت پیدا کردیم، روایت از حضرت امام حسین عسکری علیه السلام است که فرمود نحن حجج الله علیکم و جدتنا فاطمه حجت الله علینا. که الان بنده در نمازهایم در اذان اقامه میگویم اشهد ان فاطمه بنت رسول الله اسمت الله الکبری و حجت الله علی الحجاج. الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه و اشهد ان سید المرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه و
أشهد أن إمامنا أمير المؤمنين القدير وأولاده المعصومين حجة الله. أشهد أن فاطمة بنت رسول الله اسمة الله الكبرى وحجة الله على حج قلم السماء حج قلم السماء حج قلم السماء حج قلم خير القمر حج قلم خير القمر قد قامت الشمال. الله الله لا إله إلا الله. الله بسم الله الرحمن الرحيم.